تراکتور تیم پرشورهای تبریز تونست در نیم فصل اول رتبه سوم زهردارترین خط حمله لیگ رو به خودش اختصاص بده. با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز، کیوان ملکی هستم. با ویژه برنامه سکو در خدمت شما عزیزان خواهم بود و در این ویدیو گل‌های تیم تراکتور در نیم فصل اول رو خواهیم دید و به نسبت گل‌هایی که زده شده، زیبایی و حساسیتی که دارن، تیم ما بهشون رتبه دادم و از 21 شروع میشه و تا گل یکم که گل برتر تراکتور در نیم فصل اول هست رو با هم دیگه خواهیم دید. خب بررسی کنیم گل‌های زده تراکتور رو که 21 گل زده در نیم فصل اول رو دارن تراکتوریا که با مهندسی ریکاردو آلوز با 5 پاس گل و مهدی عبدی پرانگیزه که 5 گل زده در نیم فصل اول رو داره، تراکتور تونست حالا با بازیکنان دیگه‌ش هم که توی ویدیو خواهید دید 21 گل رو بزنه. البته سپاهان زهردارترین خط حمله لیگ رو داره با ترافیکی که در خط حمله خودش داره، با بازیکنان زیادی که در خط حمله گرفت و بازیکنان سرشناسی که سپاهان گرفت، واقعا خوب عمل کرد و 33 گل زده رو داره. استقلال 23 گل زده، تراکتور 21 و ملوان و شمس آذری که واقعا پدیده لیگ بوده 20 گل و پرسپولیس 19 گل. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما ببینید که در اون ویدیو هم گل‌های پرسپولیس رو گذاشتیم. و همونطور که در ویدیوی قبلی هم گفته بودم، برای سپاهان و استقلال و در آخر یک ویدیو دیگه برای کل لیگ و گل برتر رو خواهیم ساخت. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید که بتونید این ویدیوها رو هم ببینید و لذت ببرید. بریم گل‌های تراکتور رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود. اوج حساسیت در ورزشگاه یادگار ما. عبدی حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه 3-1 میشه بازی. یکی از گل‌ها جبران میشه و تراکتور به بازی برمیگرده. عاشقانه هواداران تراکتور با این تیم. یه ارسال بلند از محمد نادری، ضربه سره که بازیکن تراکتور زد و گلی که در نهایت به ثمر میرسونند. حالا بازی 3-1 میشه. محمد نادری هم موفق میشه حالا یک پاس گل رو به نام خودش به ثبت برسونه. مرکز زمین برای صفادی، آلوز یه بار دیگه ارسال، این بار دیگه گل، گوستاوو گل رو به ثمر میرسونه. با روند رو به رشد تراکتور بعد از برد در مقابل مصر رفسنجان، این بار با یک برد خارج از خانه در مقابل استقلال خوزستان ادامه دار باشه. سمت چپ حسین زاده، باز هم آلوز، درون محمد تجاری به فرصت برای تراکتور و توی دروازه اولین گل رو گوستاوو میزنه برای تراکتور تبریز و نتیجه رو 1-0 میکنه به سور تراکتور. سر رو ببینید، توپی که ارسال شد، ضربه اول رو حسینی زد، اخباری توپ رو گرفت، اما در برگشت گوستاووی فرصت طلب اونجا حضور داشت و دروازه گلگهر سیرجان رو باز کرد. پشتواسن ارسال بلند، ضربه سر، حتی توپ خطرناک داره، به گردش در میاد و گلی که به ثمر میرسه توسط سیامک نعمتی. تصویر 3 ضربه سری که زده شد اینجا قشنگ در دهانه دروازه توپ رو در دروازه قرار داد. ریکاردو آلوز آقای پاس گل فصل گذشته، یه ضربه سر و توپی که درون دروازه جای گرفت. حالا تراکتور به بازی برمیگرده. هنوز ریکاردو آلوز اجازه نداد که جمله من به پایان برسه. تراکتور 1 هوادار 0. قطعا این گل نوید بازی جذابتری رو در ادامه میده. دوباره یه حرکت دیگه میتونن انجام بدن بازیکن تیم تراکتور. یه موقعیت، رستمی، حرکت، دوباره فرصت، یه ضربه که عالی گرفت و گل. داور بازیکن تراکتور، ببینید صحنه رو یه بار دیگه، ضربه‌ای که زد و ظاهرا گل قبول شد. بله، خوشحالی گوستاوو و گل قبول میشه. بتونن استفاده کنن، موفق نیستن، ضد حمله با سرعت بالا
گوهری، یه اشتباه از گوهری، دروازه خالیه و این ضربه که توی دروازه قرار میگیره. چه کرد گوهری؟ از روی توپ پرید. اینجا نگاه کنید، میتونست با دقت بیشتری توپ رو دور کنه و رستمی که در 86مین دقیقه دروازه خالی رو باز کرد. حسینی، حرکت سید مهدی حسینی به کجا خواهد رسید این حرکت به این حمله تراکتوریا؟ خودش تو میره، فرصت ارسال رو دروازه، موقعیت، بالاخره گل. اونم کی؟ اولین بازی خودش مهدی عبدی گل میزنه تا نشون بده که چقدر حضور یک مهاجم برای یک تیم میتونه مهم باشه. شرایطی هستن حتی تیم 3 بازی ببازه و روزهای سختی رو تجربه کنه. ریکاردو آلوز، یه پاس عالی، فرصت برای تراکتور و گل دوم. عارف رستمی گل دوم رو میزنه. این پاس ریکاردو آلوز بود، بعد محمد نادری پاس گل رو انداخت. خود آلوز، یه سال بلند، یه ضربه سر و گل برای تراکتور. گل سوم شجاع خلیلزاده. چه کرد ریکاردو آلوز و این هم شادی هواداران حاضر در ورزشگاه یادگار امام. تراکتور، ببینید ارسال رو، ضربه سر جانانه که از بین پای رشید مظاهری تو درون دروازه قرار گرفت. اصلا با استفاده از ضد حمله به گل برسن، یه ضربه و گل. همون چیزی که من گفتم. در تصویر 3 عبدی روپا و ضربه‌ای که توی دروازه قرار گرفت در دقیقه 76م. این ضربه‌ای که در دروازه قرار میگیره از مهدی عبدی. 6 بازیکن شدن داخل محوطه، تو فرستاده میشه به دهانه دروازه و دروازه باز شد. گل برای تراکتور. حساب کار 1-0 میشه و عبدی میشه تعویض طلایی پاک و قرمز. این ارسالی بود که انجام شد توسط ریکاردو آلوز و مهدی عبدی. به این شکل فرصت طلبی خودش رو نشون میده و فریادهای محمد ناصری بر سر مدافعان خودش که به این راحتی از این توپ گذشتن. کورنرهای ریکاردو کورنرهایی نیست که روی اون غفلت بشه کرد. حرکت مهدی شیری، پاس خوب به جایی که حسین زاده هست و گل 4. چه پاسی داد و ضربه بغل پای این بازیکن. نهایت بهره رو بردن. نگاه کنید، کنترل با پای چپ و ضربه‌ای که به دور از دستان مجدد کریم آذر، فرصت برای ارسال، این بار بهتر، اما عجب توپی رو گل نکردن. در ادامه دروازه باز میشه با حسینی، بازی میشه 1-0. ببینید اینجوری توپ از زیر پای نعمتی بود رد شد. حسینی خیلی خوب، یک ضربه دقیق. گوستاو جای خالی رو دوباره هاشم نژاد به سمت دروازه حریف با سرعت خودش قشنگ اذیت کرده بازیکنان حریف رو. فرصت برای عبدی برای زدن گل دوم. عبدی دیگه باید بزنه و میزنه. عبدی میزنه گل دوم رو. ببینیم صحنه رو. اینجا توپ گیری رو انجام داد، دروازه‌بان رو هم از شروع برداشت و با این ضربه توپ رو فرستاد به چارچوب دروازه حریف. تنهایی پشت توپ قرار گرفته برای ارسال آلوز داخل محوطه جریمه. توپ برمیگرده پشت محوطه، بازم برای آقاسی. فرصت برای هاشم نژاد، خود هاشم نژاد پیشروی میکنه، موقع برای این بازیکن ضربه‌شو میزنه. گل بعدی در راهه، میشه 2-0. دیدار دو تیم تراکتور و نفت آبادان. با هاشم نژاد خودش پیشروی کرد و یه موقعیت خوب گلزنی برای خودش ساخت. رقابت در نیم فصل دوم قطعا جذاب‌تر دنبال خواهد شد. ببینید در تصویر این بازیکن با پای چپ زد و یه گل دیگه برای تراکتور ثبت شد.
حماقت برای تیم تراکتور. ضربه که اونجا زده میشه توی دروازه. گل بعدی، گل سوم با این بازیکن قنبری برای تراکتور. ضربه‌ای که زده شد، 3 گل با پای چپ. اون سر گوستاوو، صاحب توپ خود گوستاوو میزنه تو عرض. یه پاس خوب برای عبدی، اون این بار کاش برای حسینی و گل بعدی بازم با حسینی. زیبایی دروازه کریستوفر کلت رو باز میکنه. بازی میشه 2-3. بازیکن هر موقع توی فصل به بازی اومده و در تیم حضور داشته تونسته مؤثر و مفید باشه. این ارسال خوب از گوستاوو، عبدی کاشت برای حسینی، سر ضرب محکم و کنتی که نتونست کاری کنه. اینجوری شد ضربه والیو، انقدر ضربه توپ بالا سمت راست. آقاسی ببینید تو کجا جلو اومده مدافع میانی تراکتور. خود آقاسی ضربه شو میزنه توی دروازه. چه گلی! مدافع پیشتاختی تراکتوریا دروازه فهد طالب رو باز میکنه. تراکتور 1، صنعت نفت آبادان 0. 25مین دقیقه بازی. این تراکتوری که پیش میفته، جریان بازی کلا به نفع تراکتوریا بود. هوادارهای تراکتور رو شما در تصویر ملاحظه میفرمایید. هواداری که خالق صحنه‌های ارزشمند هواداری بودن بارها و اتفاقات مختلف هواداری رو رقم زدن و همیشه در کنار تیمشون بودن و شاید بشه گفت که این صحنه‌های ماندگار مختص تراکتوریاست و شاید خیلی از تیم‌ها توی دنیا باید حسرتشو بخورن نه تجربهشو داشته باشن. خواهیم دید در تصویر آهسته با پای چپ جلو اومد و ضربهشو زد. یه نگاه و یه ضربه و توپی که به تور چسبید و دیگه نمیشد گرفت. فاقاسی اینجوری دروازه صنعت نفتی‌ها رو باز میکنه. دیگر داخل محوطه جریمه، پشت محوطه، حالا باز هم ریکاردو، ضربه بازیکن و گل. ریکاردو هم گل میزنه. اون هم چه گلی! اختلاف حداقل میرسه. ریکاردو آلوز نزد که جایی پشت به گلزنی باز شد. ضربه دیدنی که ریکاردو آلوز زد، توپ رفت جایی که باید میرفت. بازی فوق‌العاده دیدنی رو فارغ از هر نتیجه‌ای شاهد. خب گل‌های تراکتور رو با هم دیگه دیدیم. گل ریکاردو آلوز به عنوان بهترین گل از نظر تیم ما انتخاب شده بود. شما هم میتونید نظراتتون رو بگید و به عنوان گل برتر و گلی که میپسندید شماره گل مورد نظرتون رو و زننده گل رو حتما کامنت کنید. خیلی ممنون که تا اینجای کار با من بودید. خیلی دوستتون دارم. مخلص.